دادستانی ناحیه وخش مرگ دو جوانی را که جسدهایشان 3 روز پس از مراسم ازدواجشان آویخته پیدا شده بود تحقیق دارد. این حادثه شب 27 مارس در دهه یکتوت ناحیه وخش رخ داده، خبرش در شبکه‌های اجتماعی سر و صدای را به وجود آورد. حادثه مرز است، ولی خبر تازه این است که از خانه خواب نوعروسان نامه یافتند که به گفته نزدیکانشان پیش از مرگ آنها نوشته شده است. شریف بیگ زیایوی 26 ساله و گل‌هوس شایوی 17 ساله روز 24 مارس توی شده بودند. همکارم شهلا گلخوجه حادثه را پیگیری کرده است. شهلا، مقامات در این باره چی میگویند و در آن نامه چی نوشته شده است؟ بله، مومین صلاح‌الدین اسماعیل زاده دادستانی ناحیه وخش به رادیو زاده گفت هنوز نسبت به این قضیه پرونده جنایتی باز نشده، سن تا حال کشتار و یا خودکشی بودن حادثه معلوم نیست. او گفت تنها بعد از دسترس کردن خلاصه چند نوع تشخیص و صحبت با شاهدان نسبت به حادثه پرونده باز خواهد شد. واقعا دادستانی همزمان نامه را که از خانه خواب این دو جوان پیدا شده است برای تشخیص خط‌شناسی فرستاده است. نزدیکان این دو جوان میگویند در نامه از پدر و مادر عذر پرسیده شده است. در آن گفته شده است ما دیگر زندگی کردن نمیخواهیم و خودمان را میکشیم. پدر گل‌هوس شایوه گفت که 2 روز پس از توی به خانه داماد دعوت شده بودند و همه خرسند به نظر می رسید و او افزود که حتی داماد با آنها برای تربیت خوبی دختر تشکر گفته بود. شهلا، چرا با گذشت یک هفته هنوز سبب مرگ آنها معلوم نشده است و قبل از این حادثه خانواده داماد چیزی در رفتار این دو جفت مشاهده کرده است یا نه؟ خب مومین، مقامات میگویند که برای معلوم شدن چند نوع تشخیص فرصت لازم است و بعداً همه دلیل‌ها را جمع کرده خلاصه را اعلام خواهند کرد. سفرخورجه زیایف برادر داماد گفت که همان شب در دهه برق نبود و عروس و داماد با آنها غذای شام خوردند، در رفتارشان هم چیزی مشاهده نکردند. به نقل برادر داماد همان صبح از خانه داماد و عروس هیچ صدای شنیده نشد و آنها فکر کردند که خوابند. او گفت که جسدها را صبح 27 مارس از اوغل کناری حولی پیدا کردند. خب مومین، به نظر می رسد تلاش این است که سبب واقعه یا حقیقت آن پنهان داشته می شود. تشکر شهلا برای صحبت. سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها. چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید.